شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 13 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. مارتین آن روز برای شامخوری در خانه مارزها ماند و به میستر مارز نهایت مخول شد که روف از این قبط گوشت گرفت. سخن از پیشه دریانوردی از کار رفت که مارتین آن را پنجش بر این میدانست. بعدی صحبت میستر مارز گفت که مارتین جوانی خیلی خوش ذهن و سالم فکر بوده است. مارتین می‌کوشید که سخنانی دغل و عباره‌های نادرست را از زبان نبرد و از همین سبب به آهستگی سخن رانده و اندیشه‌هایش را بهتر و مختصر و عمیق افاده می‌کرد. هنگام خوراکخوری او نسبت به دفعه اول تقریباً 1 سال قبل از این خود را خیلی آزادتر حس می‌کرد، ولی شکست نفسی و شرمگینی را نگاه می داشت و این همه به میسیس مارز که از این دیگرگونی حیران مانده بود بغایت خوش آمد. این نخستین مرد است که به اعتبار روف سزاوار شده است، گفت. بعد میسیس مارز به شوهرش: وی به مردان همیشه خودسردانه مناسبت میکرد که از این دلم در تشویش بود. میستر مارز از اون نگاه تعجب‌آمیز افکند: تو میخواهی که این دریانورد جوان حسیات زنانه روف رو بیدار کند؟ پرسید او. من نمیخواهم که وی از دنیا پیر دختر گذرد. اگر وی به شرافت مارتین ایدن به مردان رغبت پیدا کند، این طبع دل میشود. خیلی خوب. به فکر زنش راضی شد میستر مارز. لیکن فرض کنیم بعضن عزیزم، فرض و تخمین ها را هم به یاد آورده ایستادن لازم است. فرض کنیم که عموماً نیو قسمان رغبت پیدا کرد. این ناممکن است. خنده کنان گفت میسیس مارز: مارتین از روف 3 سال خورده است و ثانیاً این عموماً ناممکن است. یگان ناخوشی نخواهد شد. تو مرا درست فهم. این همین طریق نقش مارتین ایدن پر معین گردید. خودی مارتین باشد این وقت در بالای کار نهایت غیر عادی مینه آب میکرد که او را با آن ارتور و نورمن وادار ساخته بودند. ارتور و نورمن گفته بودند که آنها روز یکشنبه ولوسیپد سوار به سیری بیرون شهر رفتنی‌اند. اگر مارتین از رفتن روف بیخبر می بود، به هیچ وجه به این کار رغبت ظاهر نمی کرد. او هرگز ولوسیپد سوار نشده بود، ولی مادام که روف سوار شده می تواند، برایش دیگر هیچ شک و شبهه نمانده بود که او نیز باید یاد گیرد. بنابراین به خانه برگشته ایستاده به مغازین درآمد و در عوض $40 ولوسیپد خرید. این مبلغ را او حتی در ظرف 1 ماه آب و عرق ریزانده مهنت کند هم یافته نمی توانست و از این رو چنین خرج را کیسه‌اش نمی برداشت. ولی به بالای $100 که از شارع می گیرد، آن $420 را که با او همسفر نورسان می دهد علاوه می کرد. او حتی خرسند شد که اقلاً 1 قسم این مقدار پول را عاقلانه خرج کرد. باری اول ولوسیپد سوار شدن خواسته شیم و پیجکش را درانیدنش هم چندان پینکش را ویران نکرد. او خودی همان لحظه از دوکانی خیگین باتم به درزی تلفن کرده
برایش کاستیومی نو فرمود. سپس ولوسیپد را به واسطه زینه‌پایی باریکی بیرونه به حجرچه خود برآورده و چون کت را از تگ دیوار غنجاند، در خانه تنها برای خودش و برای ولوسیپد جای ماند و بس. مارتین قرار داد که روز یکشنبه به امتحانهای قبول تیاری بیند، ولی حکایت درباره غواصان مروارید چنان یاد و هوشش را برده بود که تمام روز را در وسوسه ایجادی گذرانیده، زیبایی لوحه‌های را که در مینش فروزان بودند برای کاغذ نقش بنداندنی شد. این یکشنبه هم شارع حکایی او را درباره جویندگان خزینه چاپ نکرد، ولی از این طبعش چندان خیره نشد. بالهای تصوراتش او را چنان بلند برده بودند که 2 مرتبه به خوراکخوری جیغ زدن خواهرش را نشانیده است. همین طریق از چشیدن مزه خوراکی با لذتی که میستر خیلینگین باتم از روی عادت با آن روزهای یکشنبه را قید میکرد نصیبش نبوده است. چون این خوراک‌ها را میستر خیگین باتم دلیل شیء پیشرفتی زندگانی خود حسابیده، هنگام خوراکخوری از خصوصی ذکاوت طرز امریکایی زندگانی و آن امکانیت‌های فراوانی که آن به آدمان فراهم می‌آورد بایست هرزه می‌گفت. چنانچه او این را مخصوص تأکید می‌کرد امکانیتی بالا رفتن از وظیفه خادم دکان سبزوات تا به درجه صاحب کارخانه سودا و غیره و هاکذا. صبح روز دوشنبه مارتین ایدن با آچرکی ناتمام خود درباره غواصان مروارید نظری غمانگیز افکنده به مکتب اوکلند رهسپار گشت. وقتی که بعد چند روز برای فهمیدن نتیجه های امتحانات آمد، به سمش رسانیدند که او به جز گراماتیک از دیگر همه امتحان ها افتیده است. گراماتیک را خیلی خوب میداند، عرض کرد پروفسور خیلتون. از پس عینک شیشه هایش غفصش با نگریسته، لیکن دیگر فنها را نمیداند، مطلقا چیزی نمیداند. جوابهای شما دایر به تاریخ شتات‌های متحده باشد. دهشت، میفهمید؟ دهشت است. دیگر تعبیر یافتن دشوار. من به شما مصلحت میدادم که پروفسور خیلتون لب از سخن فرو بست و به مارتین خصومت‌آمیز و خودسردانه نگریست، گویا که او یک نیچه شیشگیش باشد. او در مکتب از فیزیک درس میگفت، معاش ناچیزی میگرفت و ذخیره دانشش مثل سخنانی از یاد کرده توتی نبود. چی گفتید سر؟ حلیمانه پرسید مارتین و بدل افسوس میخورد که بجای پروفسور خیلتون با او کتابدار شعبه معلوماتی کتابخانه صحبت نمی کند. من به شما نصیحت میدادم که باز 2 سال دیگر در مکتب ابتدایی خوانید. سلامت باشید. مارتین از این ناکامی چندان غصه نخورد، ولی هنگامی که با روف سخنان پروفسور خیلتون را گفت، دختر به اندازانه غمگین شد. مارتین این را دیده تعجب کرد. غمگینی روف چنون آشکارا بود که خودش نیز از ناکامیش برای خود نه بلکه به خاطر وی شده افسوس خورد. انا دیدید، گفت روف، من حق بودم. شما از بعض دانشجویان خیلی بسیار میدانید ولی امتحان سپاریده نمیتوانید. سببش این که شما به خواندن گاه به هیچ یک ترتیب و نظام مشغول شده اید. با شما تعلیم منتظم لازم است و این به معلمی نقض ممکن نیست. دانشجو باید اساسناک باشند. حق به جانب پروفسور خیلتون است و من اگر در جای شما می بودم به مکتب ابتدایی شبانه داخل می شدم. شما کورس را در ظرف 1.5 سال به آخر رسانده 6 ماه را صرف می کنید. غیر از این به نوشتن و یا اگر با قلمتان نان یافته نتوانید به کار دیگر روزانه مشغول می شوید. ولی اگر روزانه من کار کنم و شبانه به مکتب روم، پس کی من به شما ملاقات میکنم؟ این نخستین سوالی بود که به سر مارتین زد، ولی از گفتن آن ترسید. به جای این سخن گفت به مکتب شبانه رفتن کاری بچه ها. اگر میدانستم که آن فایده دارد البته به این اعتبار نمیدادم، لیکن به گمانم فایده ندارد. همه‌اش را خودم چنان تیز آموزم که با معلمان مکتب به این موفق شده نمیتوانم.
این بیهوده صرف کردن وقت است. او درباره روف، درباره هوای و هوس وی را برآوردن خود اندیشه داشت. من باشم بیهوده وقت صرف کردن نمیتوانم، من وقت ندارم. لیکن شما آخر باید کارهای بسیاری کنید. روف با اون نگاهی پرمهری کرد. مارتین باشد برای جرأت کرده بر روف اعتراض کردنش بدل خود را و حیوانی وحشی نامید. برای فیزیک و شیمی لابراتوری لازم است. گفت دختر شما هیچ وقت پیش خود از عهده الگبر و گیومتر نمی براید. به شما راهبر لازم است. پداگوگ‌ها متخصصان کاردیده لازمند. مارتین در اندیشه جوابی درست لحظه سکوت ورزید. گمان نکنید که من خود ستایی میکنم، گفت او. گپ مطلقا در سر این نه، لیکن حس میکنم که همه چیز را به آسانی از خود کرده میتوانم. خودم همه چیز را آموخته میتوانم، چنان که ماهی به آب زندگی کرده نمیتواند. من هم به خواندن نمیتوانم. خودتان شاهد که گراماتیک را چه خیل از خود کردم و من باز دیگر چیزهای بسیاری را آموختم که شما به خود تصور کرده نمیتوانید. چنان بسیار که حالان که من نو به خواندن سر کردم، به من حالا او لحظه زبانگیر شده. سپس به قطعیت گفت این هرچیه نمی رسد. من اکنون براه و رویش در آمده ایستادم. براه و رویش در آمده ایستادم. گفتنتان چی معنی دارد؟ سخن او را برید روف. یعنی که به فرقی چیزها می رفتگی شدم، گفت مارتین. این جملتان هم معنی ندارد. به ایراد رسان گروف. آنگاه مارتین مقصدش را به طور زل افاده کردن خواست. من اکنون مسلک خود را می فهمیدگی شدم. این دفعه روف تنها از روی دلسوزی حرف نزد و مارتین سخنش را ادامه داد. علم به نظرم حجره شتورمند بر این می نماید که در آنجا خریطه های بحرها نگاه داشته می شوند. هر وقت به کتابخانه روم دائما در همین خصوص اندیشه می کنم. وظیفه معلم طلبه را از روی ترتیب با همین خریطه ها شناس کردن است. تمام و سلام. وحی مثلی راه بلد است. یگان چیز از خیالش بافته نمی براید. یگان چیزی نو نمی آفرد. در خریطه همه چیز هست و او وظیفه دار است که به نو شاگرد در کجا چی بودنش را نشان دهد تا وی راه را گم نکند. من باشم راه را گم نمی کنم. من محلها را می شناسم. عادتاً چی را کردن را می دانم. باز یگان چیزی نادرست گفتم. چی را کردن نه، چی کار کردن، گفت روف. درست چی کار کردن، تکرار کرد مارتین منتدارانه. من در چی خصوص گپ می زدم؟ ها در خصوص خریطه های بحرها. خشکی باشد بعضی کسها آدمان اصلاح کرد. باز روف. بعضی آدمان محتاج راه بلدند. به نظری من باشد چنین می نماید که به آنها هم راه یافته می توانم. من در نزد این خریطه ها بسیار دور زدم و می دانم که به من کدامیشان لازم و کدام ساحل ها را تدقیق کردن را هم می دانم. آنها را خودم تنها خیلی تیزتر تدقیق می کنم. سرعت فلات همیشه با سرعت کشتی از همه سستگرد اندازه کرده می شود. خشکی باشد مکتب هم عیناً چنین حالت دارد. معلمان باید طلبه های قفا مانده را به نظر گرفته درس گذارند. من تنها باشم تیزتر می روم. آن کو رود تنها سفر، منزل بپوید پیشتر، اقتباس آورد روف. قریب مانده بود که در جواب از دهان مارتین اما من تنها نه همراه شما رفتن می خواهم براید. در پیش نظرش منظری با حشمت فضاهای ناپایدار کنار و غرق نور آفتاب و راههای ستاره‌زار پدیدار گشت که او در روی آنها دستی روف را داشته پرواز میکرد. موی طلا رنگ دختر پریشان شده به رخساره های او میرسند. خود همین لحظه او بی‌زبانی خود را حس میکند. خدایا، آه اگر او همی آنچه را که الحال میبیند به روف گفته میتوانست تا که وی نیز آن را ببیند. در نهادش
خواهشی بازداشت شونده تولید گشته تلقین میکرد که آن همه منظره های بدینسان نابهنگام در آینه تفکراتش پیدا شده را برای روف تصویر سازد و این خواهشش از دردی سخت به تنگ آمده بود. بناخواست او اصلی مقصد را فهمید. کلیدی سر و اسرار کجا بوده است؟ آخر هنروران بزرگ، شاعران و نویسندگان عین همین کار را میکنند. در این است بزرگی آنها همه آنچه را که میبینند، همه آنچه را که به سر اندیشه دارند و به دل حس میکنند با واسطه سخن بیان کرده میتوانند. سگی که در آفتاب روی میغنود اکثر وقت در خواب ونگاس میزند و عکاس میزند، ولی از بیان آنچه وی را به ونگاه زنی و عکاس زنی وادار میسازد عاجز است. انا او نیز سگی است که در آفتاب روی خوابیده است. او نیز خوابهای حیرت آور و افسانوی میبیند، لیک قدرت ندارد که آنها را به روف بگوید. ولی اکنون خواب کفایه، تا دمی که چشمانش گشاده نشوند، تا دمی که زبانش نبراید، تا دمی که قدرتی به روف گفتنی گنجینه افسانوی خیالات خود را پیدا نکند، او میخواند و کار میکند. آخر آدمانی هستند که اسرار بیان فکر را میدانند، سخن را غلام حلقه برگوش خود کرده میتوانند و آنها را چنان به هم میآمیزند که در نتیجه یک چیزی تازه پیدا می شود و قدر و قیمت آن چیزی تازه از مجموع عادی معنی‌های علاهیده بلندتر است. اندیشه آن که او به یک لحظه به نهانخانه اسرار دل خود که کیها باز از آن اذیت میکشید راه یافت. او را واله و حیران ساخت. سرانجام از سکونتی به میان آمده حیران شده به خود آمد و دید که روف خوشحالانه و تبسم کنان به او می نگرد. من خودی حاضر به بیداری خواب دیدم، گفت مارتین، و برابر این را به زبان آوردن دلش سخت به تپش در آمد. از کجا یافت او این سخنان را؟ آنها سببی سکوت او را درست شرح می دادند. این معجزه بود. او فکر رنگین خود را هرگز بدین زیبایی بیان نکرده بود، ولی آخر هرگز کوشش هم نکرده است. البته اکنون همش فهما او کوشش نکرده است. سوینبرن، تنیسون، کیپلینگ و دیگر شاعران بزرگ کوشیدن و کوششان رایگان نرفته است. به خاطرش غواصی مروارید رسید. او آخر هرگز برای با سخن بیان کردن آن زیبایی که در نهادش ارزی وجود دارد نکوشیده است. اگر همچنین میکرد حکایت تماما حکایه دیگر می بود. اندیشه آن که او با تصویر زیبایی های به حد و حساب قدرت دارد برایش هولانگیز نمود. مرغ خیالش او را باز بلندتر برد و ناگاه از دل گذران. برای چی او زیبایی را که دلش را به شور آورده است مثل شاعران بزرگ به واسطه شعری خوشاهنگ و نجیب افشا نسازد؟ چرا او اقلا محبت خود را نسبت به روف و فتانت اسرارانگیز و معنویات عالی این محبت را قلمداد نکند؟ برای چی کاری را که دیگر شاعران میکنند او کرده نمیتواند؟ آنها عشق را میستایند، او نیز خواهد ستود، جین زند. او سخنانی در گوشهایش مثل غرش رعد صدا دادند و به خیال داده شده آنها را با آوازی بلند به زبان آورد. خون بر رویش زد و چهره آفتاب خوردهش تا به ناگوش سوپ سرخ شد. من لطفاً ببخشید، پیش راست زد او به فکر فرو رفتم. شما این را با آهنگی گفتید که من عبادت میکنم میگویند. بیباکانه حظ کردنی شد روف، ولی نهادش به لرزه در آمده بود. روف مراتبه اول در عمرش از دهان شخصی برای شناس حرف ناسزا شنید و او نه از آن سبب برای شفت که این به گوشش سخت رسید، نه از آن سبب برای شفت که احساس اخلاقی حمیدش تحقیر دید. او را شدتی باده که بناخواست به بستانسرای دختری به غایت احتیاط پرورش یافته‌اش زده در آمد به هراس ماند. با وجود این او از گناه مارتین گذشت و خودش از این مروت خود حیران شده ماند.
برای چی باشد که از گناه مارتین گذشتن چندان دشواری نداشت. حیات بسیار چیزهایی را که دیگران را سرفراز گردانیده است با مارتین روا ندیده است و او اکنون تکاپو دارد که قصوری آنها را برآورده و الکه کامیابی های کلان یافته است. روف را به گوشه خاطر هم نآمده بود که دیگر سبب‌های هستند که مروت او را مارتین مهری حقیقی حس می‌کرد، ولی خود از آن بی‌خبر بود. آگاه شدنش هم آسان نبود. او که 24 سال زندگیش را به آرامی گذرانیده و در این مدت یگان مراتب نوازش عشق را حتی جرعه نچشیده بود، به حسیات خود سرفم رفته نمی توانست و تا کنون که اندرون آتش عشق نافتاده بود نمی فهمید که آن شعله های عشق اکنون به او گرمی می بخشد. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. پایان گفتاری 13 کارگردان دوران صاحبزاده. شاد و سربلند باشید.